دوستان به وقتش به اینا هم رسیدگی میکنن. وقت آزمایی چی؟ آفرین نکته خوبی یادآوری کردیم. اونم باید جمع بشه. باید جمع بشه. و اون بدبخت مفلوکی که تو این شرایط بلیت خریده بعد به خاطر این بلبشو بهش جایزشو نمیدن، اون چه خاکی تو سرش بریزه؟ اون چه غلطی باید بکنه؟ شاید گرفتار، مغروزه، میخواد بچه دار شه، بچهای رنگ و رنگ داشته باشه، تشکیل خانواده بده. انقلاب بعد برای جواب دادن به این موارد منحصر به فرد آمادگی داشته باشه. اصلا گردن انقلاب نیست، چون اصلا آدمی که تو این چیزها شرکت کنه بچه دار نباید بشه. آقا از اول راهو اشتباه رفته. درست آقا؟ به نظر من نظر اسلام حرامه دیگه. به این دوره و اون دوره ربطی نداره. اگه جایزه ای هم باشه پسر جان بعد پیروزی انقلاب در جهت منافع اسلام و مسلمی هزینه میشه، قسمتی از ثوابش هم به اون بنده خدا میرسه. همین دنیا رو داره مهندس، همون دنیا رو. به این انقلاب که تو تقسیم عادلانه ثوابم پرچم داد. در واقع نظریه انقلاب در رابطه با این موضوعات قطعیه دیگه. خاطر جمع باید جوان جان، خاطر جمع. اول باید قانون بشه. اصلا مخلص کلام انقلاب و قوانینش، انقلاب و چیش. خیال دوستان